بیننده عزیزی فرمودن که سلام علیکم السلام، بنده متأهلم و 32 سال سن دارم. 1 سال پیش ناخودآگاه دچار ناتوانی جنسی و به تبع آن دچار افسردگی شدید شدم. گفتم شاید برای بهبودم رجوع بکنم به دیدن فیلم‌های غیر اخلاقی و این کار رو کردم. خوب که نشدم هیچ، حالا به شدت هم عادت کردم و زندگی برای من جهنم شده. لطفاً برای این رفع این گرفتاری و ترک این عادت منو راهنمایی کنید. این یک نمونه است از چند پیامی که در این باب داریم و خب به هر حال مشتی نمونه خربار. کسانی که گرفتارن به تعبیر این بیننده عزیز که میفهمد، با اینکه متأهلم هست ایشون، میگه من اعتیاد پیدا کردم. یعنی گویی که داره این صحبت رو میکنه که ترک این برام سخت شده، یعنی نمیتونم، احساس مقاومت در برابر این به هر حال تصاویر و این فیلم ها در وجود خودش نمیبینه. الان این افرادی که درگیرن، حالا چه به دامنه اعتیاد رسیده باشه چه نرسیده باشه، به هر حال از یک طرف تحریک آمیز هست، غریزه‌های جنسی هم انسان رو تحریک میکنه و فضا هم فضاهایی که ما درش زندگی میکنیم، حالا حداقل چه فضای رسانه چه فضای اینترنت، ناخودآگاه انسان رو تحریک میکنه، به این میدان میکشونه. راه حل چیه؟ چیکار باید بکنن؟ الان یک جوونی به هر حال گذشته‌ای داشته، یک اشتباهی کرده و پشیمونه، به هر حال تبعاتش رو هم میپذیره. بالاخره کسی که میره یک جایی میره بالای درخت میفته دستش میشکنه، خب شکست دیگه، الان دیگه تبعاتش هم میپذیره، اما میخواد بالاخره الان باقی مانده وقت خودش رو، زندگی خودش رو، ثروت خودش رو، ثروت وجودی خودش رو درمان بکنه، حفظ بکنه. میخواد دیگه از این بعد بیشتر ادامه بده. چیکار باید بکنن؟ از کجا باید شروع بکنن؟ راه درمان چیه؟ در موارد این چنینی که این دوست عزیز مطرح کردن، یه نکته رو جا داره که به اصطلاح بهش اشاره کنیم و اون اینه که خیلی وقتا این تصورات ذهنی که من مریضم، یعنی یه وهمی که در خودش به اصطلاح در خودش به وجود میاره، خودش فکر میکنه که مثلا ضعف جنسی داره، بنا به قصه هایی که شنیده، بنا به تصوراتی که براش به وجود اومده. به اصطلاح آمار میگه که 97% از افرادی که گمان میکنن مریضن، مریض نیستن. چون که این گمان هست، یک باوری، یک توهمی هست، جسم با این توهم تفاعل نشون میده. همینطوری همیشه اگر این به خودش تلقین کنه که مریض نیست، جسم با اون تفاعل نشون میده و مریض نمیشه. همون قصه ای که به اصطلاح علمی ثابت شده، هم از تلقین درمانی. شما مثلا همون بچه‌ای که اومدن به معلمشون گفتن آقا معلم شما ماشاءالله رنگت پریده و نمیدونم چی شد، سرخه و فلان، همه بچه‌ها، طرف مریض شد. خود رسول اکرم صلی الله علیه و در یک روایتی که هست، حالا نمیدونم چقدر صحت داره، میفرمایند که لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا. خودتون رو به بیماری نزنید که جسمتون تفاعل نشون میده، مختون تفاعل نشون میده، مریض میشین و احتمال هم داره بمیرید. به ثابت هم شده در عمل. خب یه چیز ثابت شده است. خب الان شما اگر از اون 3% هستید که واقعا مریض هستید، آقا ناخن پای من درد کرد، زخمی شد، میرم پیش پزشک. هر چیزی یک راه درمانی داره. عاقلانه. این دیگه هیچی. به اصطلاح آقا پروستاتش مشکل داره، آقا نمیدونم فلانش مشکل داره، میره پیش پزشک. جای شرم و خجالت هم نداره دیگه، بالاخره انسانه، یکی از اعضای بدنش مشکل پیدا میکنه. خب پزشک، معالج و این به خصوص این موارد قضای جنسی درمانش خیلی ساده است. یعنی پزشکای متخصص خیلی به صورت ساده این قضای رو درمان میکنن. خب این کار رو نکردیم. خب اگر واقعا اولا که شاید از اون 97% باشید، حالا اگر از 3% بودید، نرفتید درمان نکردید، اومدید به جای اینی که خودتون رو قوت بشید علاج بکنید، اومدید چیکار کردید؟ راه اشتباه رفتید. اومدید به اصطلاح تو یک منجلاب خودتون به جای بیمارستان تیمارستان رفتید. به جای بیمارستان دقیقاً تیمارستان رفتید. اینجاست که دیگه شما اصلا مشکل داشتید، یه توهم ضعف شخصیتی، اعتماد به نفس داشتید. الان این 100 برابر شد. شمایی که رابطه ای که به اصطلاح به صورت طبیعیش بین 2 دقیقه و 10 دقیقه به اصطلاح تعریف شده است،
این رو بیماری تلقی میکردید، الان اومدید در مقابل یک رابطه 2 ساعته خودتون رو به اصطلاح میبینی، یعنی وحشت میکنی، بیشتر احساس ضعف میکنی، اعتماد به نفست کلا از بین میره، اون فضای عاطفی که در چی بود، همه این حرفایی که قبلا گفتیم. از باران فرار کردی، زیر ناودان ایستادی. اونم ناودانی که از به اصطلاح خونه است که پشتش کاهگل است. هر چه گل و کثافت و خاک هست همه بالای سر. خب اما راه حل یه خوبی که اینجور افراد دارن تا این مرحله اینه که خودش احساس میکنه که کار زشتی انجام میده، احساس میکنه که نیاز به یک دگرگونی و تحول داره. این خیلی قدرت بزرگی هست. همینی که شما احساس میکنید توی منجلاب افتادی، تا وقتی که انسان احساس گناه میکنه بازگشت آسانه. و اینی که من بگم که آقا کسی دیگه بیاد دست من رو بگیره امکان نداره. باید در این موارد از خود شروع کنم. مورد هست احساس کردم که اشتباه از منه، احساس کردم که دارم یک کاری که میکنم من رو دگرگون میکنه، اما معتاد هستم. اعتیاد هم همینه. اعتیاد اینه که طرف میدونه اون کاری که میکنه براش مضر هست، عواقب بدی داره، با این وجود نمیتونه خودش رو کنترل میکنه، باز میره دنبال این کار. الان چه باید کرد؟ اینه که اولین کار اینه که چیزی که باعث انحراف من شده از هم گسیختن اون مهاری هست که من رو کنترل میکرد. خب اون مخ، اون عقل، اون وجدان، اون ایمان الان از بین رفته. یعنی شروع می‌کنیم بفرمایید که مرحله اول، قدم اول اینه که انسان برگرده به ارزش‌های معنوی خودش. مرحله اول اینه که با خداش آشتی کنه. مرحله اول اینه که برگرده، توبه کنه، از خدا بخواد که اون رو کمکش کنه. توبه هم باید توبه صادقانه باشه. ممکن نیست که من خودم رو با یک استغفرالله همچنین هوایی که خودم همون به اصطلاح حکایت توبه بر لب، نمیدونم سبحه بر دست، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. اینطوری نباشه که معصیت از ما بخنده، شیطان قهقه بزنه میگه اینو خودشو گول میزنه. نه، یه توبه صادقانه، جانانه و با عزم راسخ. بعد از اینکه یه توبه صادقانه کرد و تصمیم گرفت که خودش رو کنار بکشه، اگر همسرش این شخصیت رو داره که کمکش کنه، یعنی با همسرش یک دوست صمیمی هست، بیاد باش مطرح کنه که من میخوام که از این کاری که باش در افتادم از این خودم رو نجات کنم، هر وقت دیدیم من مشغول این کارم نذارم. خب شاید خبر نداره، همسر نمیخوادم خبر بشه، روش نمیشه. اگر که خبر نداره که نباید این چی رو به اصطلاح باش باز کنه، چون بیشتر مشکل فایل رو باش باز کنه. اگر احساس میکنه که به اصطلاح یه جوری به اصطلاح میتونه ازش کمک بگیره، اینو بیاره که من تا ساعت 10 کار طبیعیم هست، روی به ساعت 10 به بعد بیا کامپیوتر رو خاموش کن که به اصطلاح همه برقا رو خاموش کن، منو مجبور کن که به نماز صبحم برسم. خب غیر مستقیم مثلا به طوری احساس میکنه که مثلا فلان ساعت شاید من در این خطر بیفتم، خود به خود غیر مستقیم به همسرش بگه که بیشتر از این اجازه نده من در این مجال بمونم. اون فضایی که باعث میشه که اون منحرف بشه، مثلا چون که بیکار هست، اولا بیکاری رو از قاموسش کلا حذف کنه، چیزی به نام بیکاری نذاره. حالا جناب دکتر این رو که برای کسی که همسر داره گفتید، برای کسی که همسر نداره هم اون رو هم فراموش نکنه، چون مخاطبین ما شاید خیلی هاشون ازدواج نکرده باشه. این مورد یسان هست، یک درمان هست. خب اونجا به اصطلاح همسر داره، اینی که همسر داره به اصطلاح یک کمک دست داره، یه پوینت بیشتر داره، یکی به اصطلاح قدرت‌هایی به هر حال یک جایی داره که به اصطلاح بتونه بهش رجوع کنه، یک کلبه‌ای براش هست، یک به اصطلاح محور عاطفی داره. اما اونی که همسر نداره هم همینطور. اون اولین نقطه بعد از توبه و
همراه با توبه و با خدا آشتی کردن اینه که چیزی به نام وقت خالی در زندگیش نداشته باشه. یعنی چطور چیکار کنه؟ یعنی همه وقتش رو پر کنه، یه برنامه ریزی درست بکنه. خب از ساعت 7 تا ساعت 12 سر کار است و اینجا مشکل نداره. نداشت نه. خب نمیدونم از 12 اومد خونه استراحت کرد، مشکلی از ساعت 3 به بعد شروع شد. این 3 به بعد رو تو خونه نباشه. خب یه برنامه ریزی درست بکنه، دوستی، عزیزی، کار اضافی، کار همیشه هم فکر این نباشیم که خب این کار دیگه دنبالش بشم، نمیدونم یک تاکسی گیرم بیاد تاکسی رانی کنم یا نمیدونم فلان کنم اعلان کنم. در این موارد دنبال کاری اینی که من رو به اصطلاح برای من درآمدزا باشه نباشه. الان من دنبال کاری هستم که من رو درمان کنه. یعنی یک جایگزین مفید، سرگرمی مفید. یک سرگرمی مفید. حالا میتونم مثلا برم ورزش کنم، میتونم برم به مسجد و بگم به اهل مسجد که من از ساعت 3 تا 4 وقت دارم و من نمیدونم استاد فیزیکم، نمیدونم استاد ادبیاتم، یک برنامه ریزی کنید بچه‌ها بیان در این مورد من درسشون بدم. آقا بیا تو مسجد، آقا من راننده تاکسی ام، از 3 تا 4 وقت دارم، یا راننده نمیدونم فلان شرکت هستم، من در این وقت به اصطلاح یه ماشینی یکی از دوستان بیاره، من ماشین خودم رو میارم. همه بچه‌هایی که بالای 12 15 سال هستن همه رو رانندگی یاد میدن. خب یک کار به هر حال مفید، یک کار خدماتی. چرا میگم خدماتی؟ وقتی که در خدمت دیگران هستید، در خدمت جامعه هستید، اینجا دیگه به اصطلاح اون قدرت و توان ایمانیتون بالا میره. احساس میکنید که برای خدا دارید کار میکنید. احساس میکنید در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که وقتی انسان خدمت دیگران میکنه، من کان فی حاجت اخی، هر کسی که در مسیر رفع نیازهای دیگران و جامعه تلاش میکنه، کان الله فی حاجت، خداوند متعال در رفع نیازهای اون هست. یعنی خداوند داره، شما یک مشکل دارید، حالا خداوند اونجا مشکل تو حل میکنه. یعنی سعی میکنه وقتهای مفید خودش رو طبق به هر حال استعدادها و توانی‌ها و موقعیتی که داره اولویت رو به کارهای خدماتی بذاره برای خدمت به دیگران و استفاده بکنه از این. هیچی از این کارها ازش بر نمیاد. خب برو ورزش کن، برو نمیدونم جفتک بزن، برو نمیدونم تو پارکا اینور اونور بدو، خودت رو خسته کن. چرا؟ چون که یک توانی در تو بود، یک نیروی، یک نشاطی بود. بعد از اینکه استراحت کردی یه وقت خالی بود که این وقت خالی رو نتونسته بودی خوب ازش بهره برداری کنی، اومد شیطان پرش کرد. اینو از دستش بگیر. خب برو بچه‌تو بگیر، برو نمیدونم پارک، نمیدونم برو این ور، برو اون ور، برو دید و بازدید، یه دوست خوبی پیدا کن، برو نمیدونم تو مغازش باش، بشین گپ شپ کن و نمیدونم حرفای خوب بزن. یک موردی که ما نیاز هست که فعالش کنیم و این کار همین جوانای برومند ما هست. کانون مسجد رو فعالش کردن. خب وقتی مسجد فعال شد دیگه مسجد میشه مثل کندو. دیگه برای هر کسی تو مسجد یک فعالیتی، یک برنامه هست که هر کسی میخواد که وقتش رو به اصطلاح پر کنه به صورت به شیوه مفید و ارزشمندی و هدفمندی میتونه تو مسجد اون رو اجرا کنه. کسایی که مسجد ندارن چی؟ کسایی که مسجد ندارن حق که دارن. و مسجد هم همین یه خونه نیست که کسی، مسجد باید تو قلب باشه. الان مثلا خیلی جالا مثلا همین چند وقت پیش نگفتن که آقا در تهران مسجد رو خراب کردن، گفتن آقا اومدن مصلای مردم رو خراب کردن. یعنی چی؟ یعنی 4 تا آدم با غیرت بلند شدن یه خونه کرایه کردن، اینو کردن مصلا. این مرکزی، یه جایی که به اصطلاح بشه تجمع ایمانی و یک فضای روحی روانی بسیار عالی، فضای ایمانی رو به وجود آورد. حالا میشه یک خونه باشه، میشه یک پاتوق دوستان باشه، میشه یک جایی رو به اصطلاح با خوبان نشست. به هر حال یعنی اینی که وقتش رو پر کن. چیزی که باعث میشد موبایل بود، همیشه از راه موبایل به اصطلاح این. خب
موبایل که اینترنت رو من با هزینه خودم آوردم تو سیم کارتم. بله. بیا آقا فکر کن که آقا 2 سال پیش که اینترنت نشده چی بود؟ قطع کن اینترنت رو یه موبایل از موبایل بردار. تو در حال درمان هستی. مگه نه اگه یک مقداری به صورت چربیت رفت بالا میای رژیم میگیری؟ یک پرهیزایی باید باشه طبیعتا. اینجا رژیم بگیر آقا، رژیم اینترنتی. یه ما خودتو کلا از اینترنت قطع کن. ببین زندگی چقدر زیبا میشه. هیچ موردی به وجود نمیاد. زمین به زمان نمیاد، آسمون هم نمیفته رو سرت. جایگزین مفید براش پیدا می‌کنی. جایگزین مفید، کارهای مفید به این صورت. یعنی از خود شروع کردن، خودمون رو مشغول کردن به کارهای مفید. یه موردی که بسیار بسیار مهم هست و ما ازش غافل هستیم اینه که نماز جماعت رو نباید از دست بدیم. پیامبر خداوندمون میفرمایند ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز حتما نماز، نه تنها بسید، یه تأکیدی هم روش هست، حتما نماز شما رو از فحشا و منکرات باز می‌داره. پس این چیزه یه درمان کاملا. ببینید اون چی که قرآن کریم میفرمایند اون یک سفارش نیست، یه موعظه هم نیست، یک قانون زندگی، یک قانون هست، یک قانون، یک قاعده، یک فرموله. دقیقاً یه فرمول که آقا 2 ضرب 2 4 به هیچ وجه 3 هم نمیشه 5 هم نمیشه. این یه واقعیت موجود در دنیاست که نمیشه این کارش کرد. دقیقاً ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. شما اومدید یه جدول ضرب گفتن آقا 2 ضرب 2 شده 5، میگی که پس این 2 نیست، یه جایش میلنگه، این جایش میلنگه. خب ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو دور میکنه از فحشا، زشتی ها، منکرات و چیزای غیر اخلاقی. خب رفتم نماز خوندم، درست فرمول ادا نشد، من هر روز تو همون منجلا بستم. پس قضیه اینه که اون ور مساوی مشکل داره، یه جایی میلنگه. یه فرمولی هست آقا ان الصلاة، نماز مساوی است با دوری از فحشا و منکرات. فحشا و منکرات دوری ازش نشد، پس این طرف معادله مشکل داره. آیا نماز جماعت هست؟ آیا برای نمازت اونطوری که باید و شاید آمادگی گرفتی؟ ما میخوایم بریم آقا فوتبال مسابقه است، چیکار میکنیم؟ قبل از مسابقه میریم تو میدون، یه چرخ میزنیم دور میدون، 4 تا شوت میزنیم، 4 تا نمیدونم، خودمون رو گرم میکنیم، لباس مناسب میپوشیم، حتی چیزی شاید بخوریم قبلش که گرسنه نباشیم، ضعف نکنیم. آیا من قبل از اینکه به نماز بیام با اذان اومدم، وضوم رو گرفتم، اومدم 2 رکعت نماز نفل رو خوندم، آمادگی ذهنی، پیش زمینه ذهنی رو ایجاد کردم که الان میرم در نماز جماعت، امام وقتی که نماز میخونه، الان مثلا از یکی از ما بپرسن آقا نماز صبح رفتی جماعت؟ بله رفتم. خب امام در رکعت اول چی خوند؟ یادم هست؟ یا در طول رکعت من خمیازه میکشیدم و همم این بود که این امامه کی میره به رکوع که تموم میشه، برام که تموم بشه. این دیگه نشد نماز، این شد یه وظیفه ای که رو من تحمیل شده، من میخوام یه جوری از سرم اندازن دور. من میخوام سر این کلاس غیبت نخورم. دقیقاً حاضر شدم سر کلاس خوابم. دقیقاً حضور فیزیکی دارم فقط. وقتی که من تو نمازم حضور فیزیکی نداشتم، چطور حضور روحی ندارم؟ این مثلا از فحشا و منکرات منو نگه. این وقتی که من به خصوص نمازهای 5 گانه رو این طرف نباید به هیچ عنوان سرش بره نمازش داره. جناب دکتر در آیه دیگر هم که الله تعالی فرمود اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، خیلی ارتباط لطیفی بین نماز و شهوت و فحشا هست. دقیقاً. یعنی ترک نماز، کوتاهی در نماز عامل اصلی مبتلا شدن به این موارده. دقیقاً. همون آیه که قبلا بهش اشاره کردم که ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اونهایی که خودشون رو با
بدی ها انس دارن. ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. اینی که بعد از مرگشون در بهشت و به اصطلاح اینا هم به هیچ عنوان با هم یکسان نمیشن، این که حرفی دوش نیست. شکل نیست. اما سواء محیاهم، امکان هم نداره که در زندگیشون مثل هم باشن. تو گروهی که اون گروهی که با شهوت‌ها و با زشتی‌ها انس گرفته، با اون گروهی که ایمان داره و عمل صالح داره. الان یه مثال میزنم. همینطور یه چرخی بزنیم تو فامیل خودمون. آقا فلانی همچین آدم درستی نیست، نامیزونه، خورده شیشه داره، یه بچه داره، 5 سال ازدواج کرده، 6 سال ازدواج کرده، یه بچه داره. حالا خودش هم جایی که میشینه به خاطر به اصطلاح گول زدن خودش و دیگران میگه بچه کمتر زندگی بهتر. خب اما محمود خودمون آدم پایبند به دین، آدم با مروت فلان الان 6 سال ازدواج کرده، 3 بچه داره، خیلی زندگیش شاد و شنگول، خودش نمیدونم شاد و شنگول، مثلا لپاش مثل لپای آقای سلیمانی مثلا لپ انداخته و گل انداخته، در حالی که این رفیق دیگه‌مون که اسمش رو نمیبریم همچنین پژمرده و فلان و ایلان هست. حکایت چی هست؟ پشت صحنه‌ای وجود داره. اینی که به اصطلاح پایبند هست، خب زندگیش موفقه، بچه‌های درست، اون حتی همون یه بچه‌ای که داره لنگ و لنگ بر. چرا؟ چون که اصلا پدر مشکل بیماری جنسی داشته. بعضی موارد هست که تو جامعه هویداست، داد میکشیم، اما ما نمیخوایم ببینیمش، چون که خودمون رو گول میزنیم با همین شعارات. این طرفی که مثلا میگه که زندگی بچه کمتر زندگی بهتر، همون قضیه حکایت چی هست؟ حکایت آقا شغاله که رفته بود انگور بخوره، دستش به انگور نمیرسید، میگفت که ترشه. پس این واقعیت هایی که تو جامعه هست و ما میبینیم، خودمون رو گول اگر نزنیم خیلی خیلی موفق تر خواهیم شد. جناب دکتر، در بحث درمان ها و راه حل ها اگر خلاصه بکنیم، فرمودید که در قدم اول یک توبه صادقانه و خالصانه و یک عزم جانانه باید داشته باشیم. در مسئله دوم باید سعی بکنیم که آنچه که ما رو می انداخت به این دام که در رأسشون اون بیکاری ها بود و فرصت های خلوت هایی که بود، اونها رو به نحوی برنامه‌ریزی بکنیم و استفاده صحیح و مثبت ازش بکنیم تا دیگه تکرار نشه. و مهمتر از همه پایبندی به نماز که در آیات مختلف کلام الله مجید بزرگترین دلیل مبتلا شدن به شهوت کوتاهی در نماز ذکر میشه. غیر از این موارد در 5 دقیقه باقی مونده پایان برنامه بر عزیزان. غیر از این موارد، این مورد دیگه هست که اینه که خطر رو خوب احساس کنیم. خطر چی رو؟ بدونیم که این انحراف، این مشکلی که ما باش الان دست به گریبان شدیم، چه خطرهایی چه بر جسم ما داره، چطور جسممون رو داغون میکنه، چه خطرهایی بر مخ و ذهنمون داره، چطور ما رو از نظر تمرکز حواس، از نظر اندیشه، از نظر افت در مسیر زندگی و موفقیت پیشرفت چطور ما رو تحت شعاع قرار میده. وقتی میبینیم که این بیماری چه ضررهایی مهلکی به ما داره. خیلی وقتا هست که ما اینا رو نمیدونیم. فکر میکنیم که این بیماری فقط یک به اصطلاح ضعف روحی روانی برای ما به وجود میاره، اما وقتی میبینیم که نه، این کلاً بنیان جسم انسان رو داغون میکنه، این کلاً انسان رو روانی میکنه، بلکه مسیر زندگی ما رو شاید تغییر بده، مسیر زندگی ما رو، کانون خانواده ما رو، همه اینها رو از بین میبره. وقتی که این خطر رو احساس کردیم، خب این هم یه انگیزه در ما به وجود میاره که ما در پی علاج باشیم. و یه موردی هم هست که همون رابطه با خداست
که وقتی با خدا آشتی کردیم اینی که نذاریم که کم ارزش ترین نگاه در دید ما، در روان ما، نگاه الهی باشه. یعنی از مردم فرار میکنیم وقتی که به اصطلاح همچنین موردی رو میخوایم به اصطلاح تجربه کنیم، از جامعه دور میشیم، توی یه خلوتگاه میریم، پنهان میکنیم، از چشمای دیگران خودمون رو دور میکنیم. اما اگر احساس کردیم که از دید پروردگار هرگز نمیتونیم فرار کنیم، الم یعلم بان الله یرا، وقتی که ما دیدیم که خداوند ما رو میبینه، خب اونجاست که دیگه بینشمون در زندگی کلا عوض میشه. همیشه یک ذات عظیم هست که مراقب ماست. دقیقاً. و میدونیم که این ذات عظیم الهی یه قانونی گذاشته، فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا و من یعمل مثقال ذره شر یرا، که در این میدان عمل ترازوی بسیار دقیقی گذاشته شده که هر کسی که یه ذره خوبی کنه، این ذره خوبی از بین نمیره، و کسی که یه ذره بدی کنه، این ذره بدی هم از بین نمیره و محاسبه میشه. و یه موردی اینه که بدونیم که خداوند ما رو میخواد. خداوند ما رو میخواد و دلیلش هم چی هست؟ دلیلش همین احساس گناهی که در شما هست. همینی که شما احساس میکنید که کار بدی دارید انجام میدید، همینی که شما احساس میکنید که طبیعی نیستی و باید برگردی، یعنی اینی که خداوند تو رو میخواد. یا این یعنی چی؟ همین احساس گناه یعنی ایمان. امام شافعی یه جمله بسیار زیبایی داره، میفرمایند که لو کان یصلى لك جهنم خالدا ما کان الهم قلبك توحیدا. اگر خداوند میخواست که تو رو در جهنم برای همیشه غرق کنه، تخم توحید رو تو قلبت نمینداخت. اگر ایمان تو قلبت هست یعنی این که خدا تو رو میخواد، و اگر تو به سوی خدا آهسته به قدم زدی، خداوند دوان دوان از تو استقبال خواهد کرد. خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. گرچه سوال‌های بینندگان عزیز هنوز بخشش باقی است، ولی خب کل موضوع رو احساس می‌کنم که به پاسخش پرداختیم، راه‌های درمان و عواقب و جوانب مختلفش. و در پایان برنامه جناب دکتر فقط خداحافظی شما رو بینندگان فرصت داریم دقیقه. اول من از شما که این فرصت رو دادید در خدمت بینندگان باشم کمال سپاس رو دارم، و از بینندگان که تا این لحظه ما رو همراهی کردن همچنین ممنونم، و امیدوارم که با هم دستشون رو بذارن تو دست ما و این مفاهیمی رو که مطرح کردیم اینها رو نقل مجلساشون کنن تا صدایی که ما میخواستیم به همه برسه از دهان بینندگان عزیزمون به همه گوشا برسه و بتونیم همه با هم در اصلاح جامعه سهیم باشیم. آمین. تشکر از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر از محمد رفیع عزیز کارگردان محترم برنامه و فرید جان و محمد منیر عزیز و همه عزیزان محمد جان و احمد جان پشت صحنه. و تا برنامه بعد همه شما خوبان و عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارش. تشکر.